مرده که حج نرفته حجش قبول می شود. سلام شنوندگان عزیز، عبدالله مبارک به سفر حج می رود و بعدی انجامی زیارت حج در یک گوشه برای استراحت می نشیند که خوابش می برد و خواب می بیند که دو فرشته از آسمان پایان آمده است و فرشته یکم از فرشته دوم پرسید امسال چند نفر به زیارت حج اومد؟ فرشته دوم گفت 600,000 نفر اومد. فرشته باز پرسید حج چند نفر قبول شد؟ فرشته دوم گفت از 600,000 نفر حج کسی قبول نشد مگر بجز حجی علی ابن موفق که کفاش کهنه دوست که در دمشق است به حج نآمده حجش قبول شده است که ثواب 600,000 نفر رو به او بخشیدن. عبدالله مبارک زود از خواب برخیست و از خواب دیده اش سخت ترسیده بود. به خود گفت این چه خوابی بود که من دیدم که مردم از هر گوشه و کنار دنیا با چندین رنج و عذاب و مشقت به زیارت حج آمدند، اما هیچ کدام از آنها حاجی نشدند، یعنی حج ما قبول نشده است. من باید به دمشق روم و آن کفاش رو بیابم و زیارت کنم و باید بفهمم که او چی کرده است که به حج نآمده حجش قبول شده است. عبدالله مبارک راه دمشق را پیشه کرد. وقتی به شهر دمشق رسیده آمد از مردم سراغه کفاش یعنی علی ابن موفق را پرسید. وقتی عبدالله مبارک نزدی در خانه علی ابن موفق آمد درش را کوفت. مرد از خانه بیرون شد. پرسیدم که نام تو چیست؟ گفت من علی ابن موفق هستم. گفتم چی کاره هستی؟ شغلت چیست؟ علی ابن موفق گفت کسبم کفاشی است. پای افضال های کهنه شده مردم را می دزدم. باز گفتم تو امسال چی کار کردی که حج نرفته؟ از میان اینقدر حاجیان فقط حج تو قبول شده است. علی ابن موفق با شنیدن این خبر که حج نرفته حجش قبول شده است حالتش تماما دیگرگون شد. زبانش از کلمه گویی باز ماند. اشک در چشمانش جاری شد. بعدی اندک لحظه به خود آمد و گفت 30 سال باز آرزوی زیارت حج را داشتم. در این 30 سال از حسابی کفش دوزی 350 درهم جمع کرده بودم. با پولی جمع کرده ام امسال میخواستم به سفر حج روم. همسرم حامله بود و در یکی از روزها از خانه همسایه بوی طعام اومد. همسرم از من خواهش کرده گفت بیرو از خانه همسایه به من در مقداری معین طعام بیار. وقتی نزد همسایه رفتم از او خواهش کردم که طعام دهد. همسری حامله ام میل طعام دارد، ولی همسایه گفت این طعام برای شما حلال نیست. در تعجب مانده گفتم فرق ما و شما در چیست که برای ما حلال نبوده است؟ آخر هر دو مسلمانیم. همسایه امون گفت چند روز است که با بچه هایم چیزی نخورده ایم، گرسنه ایم. امروز یک حیوانی مرده ای را پیدا کردم و از گوشت آن گرفتم. قریب بود که فرزندانم از گرسنگی بمیرند. برایشان از همان گوشت حیوانی مرده طعام آماده کردم. به همین خاطر طعامی آماده کرده ام برای ما حلال است و برای شما حرام است. از شنیدن این سخن در حیرت ماندم و با زودی به خانه برگشتم و پولهایی جمع کرده ام را آورده به دستش دادم و گفتم در اینجا 350 درهم است. برای روزگارت صرف نما تا که بچه هایت گرسنه نمانند. حج من همین است. اگر خدای مهربان قبول کند.